سلام خدمت بینندگان عزیز، فالوورهای عزیز. یه نکته بود به ذهنم رسید که بهتون بگم. وقتی بره هاتون تا 20 روز 15 روز حالا 1 ماه بستگی به هوای گرم و دادن خوراک به بره هاتون هستش که به بره ها هیچ آب ندین. تا 20 روز تا 1 ماه بره ها آب ندین. بره اون خوراکی که لازم داره رو از شیر مادرش جبران میکنه. نترسید، هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. اگر داخل آغولتون آب دارین اونو یکم سطحش ببرین بالا تا قد برهاتون نرسه، تا 20 روزگی 1 ماهگی نتونن آب بخورن. اگر آب بخورن یکی از علتهایی که بیشتر تو بین دامدارها رواج هسته، بره هایی که زیر 15 روز زیر 10 روز تلف میشن، اینا بر یکی از دلایل مهمش همین نوشیدن آب هسته. این نکته رو حتما رعایت کنید.